مهمان امشب ما مسافری است بین اقلیم‌های متفاوت، اقلیم سیاست، اقلیم درون و اقلیم‌های جغرافیایی. سلوک سیاسی خودشون رو با منش مردانه شروع کرد. سیاستمداری در اشل جهانی است. او رو به همراه آنگلا مرکل، لئوناردو دیکاپریو، کن لیوینگستون شهردار لندن و الگور یکی از 50 شخصیتی معرفی میکنن که میتونه کره زمین رو از زوال و نابودی نجات بده. صبر کن بابا، بذار کنار توقف سریع. به من که گفتن دوباره میخوایم در مورد مذاکرات ژنو صحبت بکنیم، تا تهشو خوندم، چون که راجع به مذاکرات که حرفی نداریم بزنیم. به خاطر همینم است که برای همه اونایی که میگیم دشمنن علنیه، برای بسیجی پاسدارای نظام مخفیه. این بحث‌های مجلس که این روزا اینجوری شده. فهمیدم که قراره اینجا چرت و پرت بگی، ولی راستش فکر نمی‌کردم که اینقدر تو این کارا پیشرفت کرده باشی. حالا چرا صبر کردم حرفاتو بزنی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که ساکت شدن آدم همیشه معنیش این نیست که حرف طرف مقابل قبول داره. بعضی وقتا معنیش اینه که از سطح شعور طرف قطع امید کرده. حالا یک کلمه ما رو معرفی کن که بحث مذاکرات رو بکن. خیلی ممنون. خب شما یه پژوهشگر برجسته هستید. من 2 کلام بحث استراتژیکی میکنم اینجا. سر مذاکره بحثا رو تکرار نمیکنم. همینقدر میگم که شده عین ماشین بی بنزین. تا هر وقت که بخوای میتونی توش بمونی، ولی تو رو به جایی نمیرسونه. اما سر اینایی که قرار بود مذاکره رو پیش ببرن، یعنی ظریف و اولاغچی و اینا، همینقدر میگم که آدم حساب کردن بعضیا خیانت به هر چی گاو و گوسفند تو دنیا. مثلا من فکر کنم واقعا این نگاه شما رو دکتر ظریف تا اندازه جواب داده. هم غیر متعارف فکر میکنن، ایشون هم غیر متعارف رفتار میکنن. آره البته غیر متعارف لغت شیکشه، فارسیش میشه مشنگ. غیر عادی هم هست. یه مقدارم خب زور فشارها از داخل و خارج اینطوریش کرده. منتها اسپاس به کمرشو همه میفهمن و میبینن، اسپاس به مغزشو باید تو جلسات داخلی نظام باشی تا بفهمیم. خود مقام عظما میطوری الان با قدرت زیادی بهشون فشار آوردن. خب چارچرخشون رفته هوا، نفسشون در نمیاد، مدتی هم از حرف نزدن. و این داستان گوسفندم خیلی داستان جالبی بود. این فقط یه گوشه از داستانای نظام بود. یه سری بحثم هست که با اولاغچی کردم. قسمت سوم بحثم با خود شیخ فری بود که فیلمش هم دارم، اگه بخوای میتونی نشون بدی. خب اگه اجازه بدید ما دیگه اون قسمت سومو نشون ندیم. باشه، فقط خلاصه‌شو میگم که بهش چی گفتم. بهش گفتم آخرش میشه عین همون داستان تلفن‌کاری تو راه فرودگاه. فکر می‌کردی میشه بیش از کپون مقام عظما زهر بخوری و بریزی تو حلقشو، بعد برگردی به عظما بگی که خب شد دیگه. در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرن. آره، ولی چطور سواری دلا نمیشه. زد به سیم آخر، ولی قبلش یکی سیم آخر رو زده بود به برق. شیخ فری هم من بهش گفتم که تو نمیتونی هم کرکس باشی هم ادای پروانه در بیاری. اون نگاه لطیفی که شما نسبت به اون بحث گوسفند و اون پروانه داشتید، وقتی وارد حیات وحش میشه، یعنی حیوانات خیلی وحشی، یه مقدار نگاه شما نگاه سخت‌تره. بله، الان دیگه اصلا داستان کشیده به یه سگ دعوایی که یه چشمش این رفته تو مجلس دیدی. وزیر ورزش هم ازش قبول نکردن، زدن تو پوزش. این خیلی براش آبروریزی بود دیگه. میخوام بگم که نظام از تو و بیرون ضربه میخوره با زور و قدرت زیاد. و شما احتمالاً توی این هفته پس فردا شنیدیم که میرید که با یکی از این مصادیق قدرت دولت‌ها روبرو بشید. برای مذاکرات نه بابا، نمیرم، مگه عقلم کمه. البته قرار بود برم که این مشنگا کار دست نظام ندم، چون مثلا اولاغچی که جرأت طرف حساب شدن نداره که. حیوان ترسویی هم هست، جسارت حمله کردن نداره. بله، یه زمانی اینطوری نبود. خب این دیگه برمیگرده به وضعیت سیت استراتژیکی. اوضاع از بیخ خرابه که این همش اینطوری میشه. اتفاق یک شب و یک سال و یه دوره ریاست جمهوری، حتی 2 دوره هم نیست. این داستان‌های قدیمیه. معلومه همین الان یه 10 سالی است که هسته‌ایمون عین ماشین به خرج افتاده. هرچی مقام عظما میسازه با یک کنفرانس مطبوعاتی از دست میره. به جای دانشمند هسته‌ای باید باربر هسته‌ای بخوایم که این سانتریفوژا رو از این سایت به اون سایت جابجا بکنن. حالا حسابشو بکن تو این وضعیت استراتژیکی هر هفته من باید برم تو بیت مقام عظما یکی رو جمع و جور کنم که از دست رفته. تحصیلات زهر دیگه. خیلی کارتون سخته. از این سخت‌تر بحث کردن با آدمای مشنگیه که ادعای کارشناسی هم دارن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که نفهمی دردیه که آدمو نمیکشه اما اطرافیانو دقمرگ میکنه.
به خاطر همینه که بعضی وقتا مجبوری با بعضیا موافقت کنی فقط به خاطر اینکه خفه شن. رو کسی امتحان کردین این پروژه رو؟ صبح تا شب کارم همینه، ولی خب بحثش مفصله. بذار برای یه برنامه دیگه. تو خداحافظی رو بکن. خیلی ممنون. خب از لطف و حوصله بینندگان محترمم خیلی سپاسگزارم و میریم تا یک شب آفتابی دیگه. خیلی ممنون. شب روز